سلام بینندگان عزیز و خوش آمدید به برنامه اخباری آزادی که با تحولات تاجیکستان و جهان شما را آشنا میکند. امروز 17 سپتامبر این موضوع ها را در مد نظر داریم. محدودیت نوبتی برای مهاجران. این دفعه در ولایت مسکو تصمیم دارند کاری شهروندان خارجی را با پتنت در بعضی ساحه‌ها منع کنند. در استان رهبران آسیای مرکزی و آلمان گفتگو کردند. رحمان به اولاف شولز چی گفت؟ قرضهای ایپاتیکی در تاجیکستان. مردم صاحب خانه می شوند یا خانه به دوش؟ شهروندان میگویند بانک‌ها شرایط ایپاتیکا را باید موافق به جیب مردم پیشنهاد نمایند. کیسه‌اش در پول باشه، پولش داده میتونه، نداشته باشه نمیتونه. محدودیت‌ها در کار و زندگی مهاجران در روسیه بیشتر می شود. این نوبت مقامات ولایت مسکو اعلام کردند که سر از سال نو مهاجران پتنت‌دار را در بعضی ساحه‌های مهم به کار قبول نخواهند کرد. این در حالی است که مهاجران زیادی از جمله زادگان تاجیکستان در این ولایت با پتنت فعالیت می‌کنند. نرخ اجازتنامه کاری هم ارزان نبوده 7,500 روبل را تشکیل می‌دهد. همکارم مولارجب یوسفی در این باره گزارش دارد. ممکن است سال آینده در ولایت مسکو مهاجران و دیگر کارگران خارجی را از حق کار در کارخانه و مؤسسه‌های گوناگون محروم کنند. شهروندان خارجی که پتنت دارند از 1 ژانویه سال 2025 دیگر نمی‌توانند در مؤسسه‌های تندرستی و معارف، ورزشی، فرهنگی فراغتی کار کنند. درباره قبول چنین قرار خبرگزاری دولتی تاس روسیه خبر داده است. در خبر آمده است که مهاجران اینچنین از حق فروختن مشروبات، تماکو، سودای کوچگی و خدمت‌رسانی اجتماعی محروم کرده می‌شوند. قرار مذکور را معاون رئیس حکومت ولایت مسکو ناتالیا مسلنکینا در جلسه شرح داده است. به گفته وی در 3 سال اخیر در منطقه شکایت ساکنان از مهاجرانی که در بخش تجارت کار می‌کنند بیشتر شده است. مسلنکینا گفت که ولایت مسکو می‌خواهد به 22 منطقه روسیه همراه شود که کار در اساس پتنت را کاملا منع کردند. در اینجا از همه مهم خوب دانستن زبان است، چون که با اهالی سر و کار میگیرند. علاوه بر این تدبیر مذکور تا حد اکثر از مناقشه های احتمالی جلوگیری میکند. در صورت محدودیت وضع کردن 5600 مهاجر پتنت‌دار ضرور می شود. جای آنها را می توانند هموطنان ما و شهروندان کشورهای عضو سازمان اقتصادی اوراسیا بگیرند. کیریل کراسوف رهبر سرریاست امنیت منطقوی ولایت مسکو گفته است که اکنون کارفرمایان پیش از قبول مهاجران به کار می توانند مستقلانه قانونی و یا غیر قانونی حضور داشتن شهروند خارجی در روسیه را تفتیش کنند. مهاجرانی که طلبات مربوط به پتنت را ویران می کنند از 45 تا 50,000 روبل جریمه می شوند. کراسوف گفته است که از ماه ایول امسال 153 مهاجر را به جوابگری کشیدند و 92 کارفرما را جریمه بستند. به گفته حامیان حقوق با وجود احتیاج سخت روسیه به نیروی کاری مهاجران در این کشور، مقامات عمدتاً برای دور کردن افکار عموم از مشکلات افزاینده داخلی مسئله مهاجرت را دامن می‌زنند و در بلایی که به سر کشور آمد آنها را گناهکار می‌کنند. امامعلی رحمون پرزیدنت تاجیکستان از اولاف شولز صدر اعظم آلمان دعوت کرده است که کشورش در ساختمان نیروگاه راغون سهم گذارد. پرزیدنت تاجیکستان و صدر اعظم آلمان امروز 17 سپتامبر در قزاقستان در حاشیه ملاقات سران کشورهای آسیای مرکزی با آلمان گپ زدند. دفتر مطبوعات پرزیدنت نوشته است که در پاسخ به دعوت رحمون اولاف شولز گفته است شرکت‌های آلمانی را برای همکاری با تاجیکستان تشویق خواهد کرد. همکارم مومن احمدی موضوع سفر صدر اعظم آلمان به آسیای مرکزی که از 15 تا 17 سپتامبر دوام کرد پیگیری نموده است و حالا در استودیو در بر من است. مومن سلام. سازمان‌های بین‌المللی از جمله دیدبان حقوق بشر از شولز دعوت کرده بودند که رعایت حقوق انسان در کشورهای آسیای مرکزی را در این سفر در میان گذارد. آیا در این نشست چنین چیزی صدا داد؟ سلام شهلا، سلام بینندگان عزیز. در این سفر بیشتر درباره همکاری‌های اقتصادی صحبت شده است. البته چند روز پیش از سفر اولاف شولز، سازمان دیدبان حقوق بشر در نامه از او خواست که رعایت حقوق انسان را در میان گذارد، چون کشورهای آسیای مرکزی روزنامه‌نگاران و فعالان جامعه را تعقیب و زندانی می‌کنند و مردم را از حق آزادی سخن محروم کردند. نشست 5 کشور آسیای مرکزی با آلمان سال گذشته در آلمان برگزار شده بود و با بهانه شرکت در آن در آسیای مرکزی بار اول است که صدر اعظم آلمان به این منطقه سفر می‌کند. کارشناسان میگویند نشست در چنین قالب پس از حمله روسیه به اوکراین پیدا شد و بیشتر
آلمان هدفهای اقتصادی را در آسیای مرکزی پیگیری میکند. شتفان مایستر کارشناس آلمانی به بخش قزاقی رادیو آزادی گفت چون روسیه تحریم شده است و کشورهای اروپایی خرید گاز و نفت را از این کشور کاهش دادند، آلمان برای پیدا کردن شریکانی نو است. او گفته است که آلمان واقعا به شریکان نو نیاز دارد و آماده است که در این منطقه سرمایه گذاری کند، ولی او گفته است که چون این منطقه تحت نفوذ چین و روسیه است، همکاری با آنها طوری نخواهد بود که انتظار می رود. این کارشناس آلمانی گفته است که در زمان انگلا مرکل طلب رعایت حقوق از کشورهای مثل حکومت‌های آسیای مرکزی در اولویت بود، ولی حالا به نظر می رسد که اولاف شولز بیشتر مسائل اقتصادی را در مد اول قرار داده است. مومن تاجیکستان و عمان کشورهای آسیای مرکزی بیشتر چه مسئله ها را بررسی کرد؟ شهلا طوری دیده می شود که اولاف شولز در این سفر با آسیای مرکزی بیشتر به ازبکستان و قزاقستان توجه کرد. از جمله روز 15 سپتامبر سفرش را از ازبکستان آغاز کرد. در این سفر شرطنامه میان این دو کشور در مورد مهاجرت مهنتی امضا شد. بر اساس شرطنامه مهاجران ازبک می توانند در آلمان کار کنند، شرطنامه‌ای که آلمان با هیچ کشور آسیای مرکزی نبسته است. ازبکستان هم سازش کرد که مهاجران غیرقانونی افغانستانی که از آلمان خارج می شوند از طریق خاکش به افغانستان روان کند. آلمان رسما با حکومت طالبان همکاری ندارد، ولی ازبکستان از ابتدا با حکومت تحت نظارت طالبان همکاری به راه مانده است. از قاسم جمعه توقیف رهبر قزاقستان اعلام کرد که با آلمان بر سر افزایش صادرات نفت به سازش رسیدند. با تاجیکستان و قرقیزستان و ترکمنستان اولاف شولز هیچ شرطنامه امضا نکرده است. البته آلمان در تاجیکستان برنامه‌های زیادی برای حفظ محیط زیست را مبلغ گذاری می‌کند. تحصیل جوانان تاجیک در آلمان هم در گفتگو بحث شده است و شولز گفته است که آماده توسعه همکاری است. تشکر مومن برای صحبت. ضمن امالی رحمان از صدر اعظم آلمان دعوت نموده است که از تاجیکستان هم بازدید نماید. من برنامه شما برنامه اخباری رادیو آزادی را تماشا دارید. نیروهای روسیه به سوی پاکروفسک، یک مرکز مهم نقلیاتی در شرق اوکراین، پیش می روند. مقامات هزاران نفر از اهالی آسایشته را از این منطقه کوچ دادند، اما بعضی از ساکنان میرنوهراد که در چند کیلومتری شرق پاکروفسک جایگیر می باشد، عزم ماندن در این مکان را دارند. کامرسیاتو با تفصیلات بیشتر. تصویر از ویرانی ها در میرنوهراد در ولایت دنیتسک شرق اوکراین. نیروهای روسیه سیم برق را بریدند. راهی که میرنوهراد را با پاکروفسک می پیوست نیز خراب شده. روای آدمان محدود است. یاری های بشردوستانه دیگر انتقال نمی یابد. ما به بازار و به محصولات چگونه زندگی میکنیم؟ برای چاروایم از کجا خوراک خریم؟ بازار دیگر می سوزد. بعد از حمله های شدید محله آتش گرفت و ضررش به بازار و تاجران و ساکنان هم رسید. اینجا یک سوراخی بزرگی هست، وحشتناک، حتما بمب ترکیده است. در میرنوهراد قیود شبگردی یا ساعت کمندنتی جاری شده است. آدمان حق دارند که تنها 4 ساعت در میانه روز رواع کنند. تا کنون هزارها نفر جای زیست خود را ترک کرده و رفتند، اما ولنتینا و خواهر کلانیش هنوز مانده اند. من در اینجا زاده شدم و میخواهم که در همین جا بمانم. بسیاری از آدمان به مانند من هستند. خواهرم در جنگ دوم جهان نجات یافت و سال آینده 90 ساله می شود. من 80 ساله می شوم. خواهرم میگوید هیچگاه فکر نمیکرد که باری دیگر شاهد چنین جنگ می شود. ساکنان دیگر برای نجات خود چاره‌های علاوه‌ای اندیشیدند. ما تهخانه را مجهز کردیم. اگر ضرور شد در آنجا پنهان می شویم. در اینجا نیروی برق و بخاری داریم. حتی دستگاه برقدهی هست. در بالا دیوارهای خانه به لرزه می آیند. در اینجا وضع اندکی آرامتر است. پاکروفسک یک مرکز ترانزیتی منطقه‌ای و یک هدف استراتژیکی برای پیشروی نیروهای روسیه است.
میرنهرد از اینجا همگی چند کیلومتر دورتر واقع است. با وجود نزدیک شدن جنگ و بلند شدن صدای ترکش و تیر و تفنگ، بعضی از ساکنان آماده هستند که در همین جا بمانند. برمیگردیم به تاجیکستان. با وجود زیاد شدن ساختمان بناهای استقامتی در این کشور، به گفته ساکنان نرخ منزل بالا و دستنارس باقی میماند. سالهای اخیر بعضی از بانک‌ها و سازمان‌های مالیوی ایپوتека یا قرض درازمدت برای خرید خانه را پیشنهاد میکنند، ولی شرط و بهره‌ای که برای این نوع قرض طلب میشود، صاحب خانه شدن برای اکثریت در دوشنبه فقط آرزو باقی میماند. چرا این موضوع در گزارش برای صوفی و علیشیر ظریفی. ساکنان در تاجیکستان از گرانی فایز یا درصد قرض خرید خانه که با نام ایپوتека معروف است نگرانند. برخی نفران که از این نمود قرض به دست آوردند میگویند برابر پولی گرفتهشان فایز آن را در چند سال برگردانیدند. برخی دیگران بر اینند که با این فایزهای بلند اصلا خواهش قرض گرفتن ندارند. فایز قرضا بلند، قرض زور نمیرسه که خیلی خیلی. کیسه‌اش در پول باشه فایزش داده میتونه، نداشته باشه نمیتونه. شرط و شرایط قرض‌ها برای خرید خانه در هر بانک مختلف است. برای دریافت این گونه قرض در برخی بانک‌ها 30% قرض را پیش پرداخت می‌کنید. در برخی بانک‌های دیگر در برابر پرداخت 30% پول قرض همچون گرو اسناد خانه را طلب می‌کنند. این طلبات باعث دستنارس شدن قرض ایپوتکی برای بسیاری‌ها شده است. سال 2015 یا 16 بود که می‌خواستم طریق ایپوتека منزل استقامتی خریداری نمایم. وقتی که به بانک اسخط مراجعت کردم، در اونجا طلبات اولشون این 30% پیش پرداخت بود و بعداً مثلا طلبات های داشتن که من نمیتوانستم که وابسته به طلبات بانک معلومات نامه پیشنهاد کنم. متاسفانه همین چیز سبب شد که من نتوانستم که صاحب منزل استقامتی شوم در شهر دوشنبه. رئیس بانک ملی تاجیکستان میگوید سالهای اخیر روند کاهش یافتن فایز قرض‌های ایپوتکی به مشاهده میرسد. فایز قرض‌ها زیاد میشد اگر که فایز به طوری اگر که میانه گیریم در دایره 20% باشد، یک اریتمتیکای عادی در 5 سال 20% میشود یک برابر قرض. کارشناسان بر اینند که سبب گران بودن فایز قرض‌های ایپوتکی در تاجیکستان آن است که بانک‌های تاجیکستان به قرض‌های درازمدت دسترسی ندارند. دو عامل اساسی وجود دارد. یکی اینکه بانک‌ها باید به قرض‌های درازمدت دسترسی داشته باشند، یعنی که قرض‌هایی که با مدتی حداقل از 15 سال بالا، 15 20 25 تا 30 سال. ولی در کشورهای خارجی این گونه قرض‌ها رو مثلا شرکت‌های عظیم سقورتا، شرکت‌های خصوصی نفقه مثلا این گونه مبلغ‌ها رو دارند که با مهلت دراز مدت میتوانند به بانک‌ها بدهند و آنها به حیث ایپوتeka به مردم پیشنهاد کنند. در تاجیکستان این چیز نیست. غیر از این یک عامل اساسی دیگر این است که مردم آنهایی که قرض ایپوتکی میگیرند باید یک کاری ثابت با معاش ثابت باشند، ولی طور میدانیم درآمدی اکثریت خانواده‌ها در تاجیکستان از مهاجرت است. مهاجران متاسفانه درآمد ثابت ندارند، یک روز هست یک روز نیست. بنابراین در این گونه شرایط بانک‌ها با این ریسک کلان نمیتوانند برای مثلا مدت‌های 15 20 سال و 30 سال قرض بدهند و آن هم با فایزهای دسترس. ساکنان همیشه شکایت میکنند که نرخ منزل در تاجیکستان خصوصا در پایتخت کشور با توجه به درآمدی که دارند گران بوده قابلیت خرید خانه را ندارند. ایپوتeka یک امکان دریافت قرض و خرید منزل است، ولی در تاجیکستان سالهاست با دلیل گرانی درصد آن نه همه میتوانند به چنین نوع قرض دسترسی داشته باشند. پایین آوردن درصد قرض‌های ایپوتکی در گذشته بارها از زبان ساکنان عادی و برخی نمایندگان پارلمان تاجیکستان صدا داده است. دوستان عزیز، 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان رسید. تشکر که تا پایان برنامه ما را تماشا کردید. البته خبر از این بیشتر چون همیشه میتوانید در وبسایت azadi.org و شبکه‌های اجتماعی ما تماشا کنید. شما را فردا در برنامه منتظر خواهیم بود. خود را احتیاط نمایید. وقت و نگهبانی هر یک.